حمید لولایی. ملکه رنجبر، مهران غفوریان، نصرالله رادش، کامران ملک مطیعی، یوسف تیموری، معصومه کریمی، اشکان اشتیاق. میگم دکتر یه موقع خرابکاری نکنی ها، حواست جمع باشه. خیلی خب شما حواست باشه، من حواسم هست. نگاه کن چی زحمتی داری بنده خدا میکشه. سلام اسمال آقا. یواش یواش. خسته نباشی. بیا جا. سلام آقای دکتر. سلام. شب شما بخیر. شبتون بخیر. چطوری اسمال آقا؟ احوالت؟ الحمدلله. خسته نباشی. قربان شما. حالت خوبه؟ خیلی معذرت بخوام، ببخشین من از دور شما رو درست ندیدم، صداتونم نشد. پیریه دیگه، چشم گوش برای آدم باقی نمیمونه. میگم اسمال آقا این جاروت واقعا معجزه میکنه. نگاه کن کوچه شده مثل دسته گل. بله بله این دسته گل. خیلی ممنونم، خیلی ممنونم. آقای مصطفی هستن، خشایار مصطفی، همسایه خوب ما. بله ارادت دارم. خدمت شما. آقا شما دو دقیقه بیا تو خونه یه چایی دم کنم و خستگیت هم در. بله بله. خیلی ممنونم. من کار دارم، باید به کارم برسم. الان 2 تا کوچه دیگه مونده که باید تمیز کنم. با کار همیشه هست. بله آقا اصلا کوچه رو میدم دکتر جارو بزنه. نه با هم جارو میزنیم. شما تشریف بیارید با هم جارو. نه این کار منه، کار شما نیست. حالا شما اصرار میکنید میام خدمتتون، اما 2 دقیقه بیشتر نباشه. فقط 2 دقیقه. فقط قول میدیم 2 دقیقه. خستگیت هم در میره. بله. بیا بریم تو. اجازه بدید من جارومو بردارم. خوشم اومد اصلا. اگه نمی اومدی حالگیری بود. بله. کلی تزیین کردیم. نه 2 تا چایی که گفتن نداره که چی داره میگه. بفرمایید. ما حتی کاری نکردیم. بیا تو. ببخشید مزاحمتون میشم. بفرمایید. بیا بفرمایید تو. خیلی ممنون. بفرمایید. اینو بده من برات بیارم. دست شما درد نکن. بیا. بفرمایید. به به، تولدت مبارک. تولدت مبارک اسمال آقا. خوش اومد. تولدت مبارک. تولد مبارک. آقا تولدت مبارک. آقا تولدت مبارک. اسمال آقا ما هم ماچ میخوایم. متشکرم. اسمال آقا مرد زحمتکش این محله. قربون شما. ببخشید دیگه، تنها کاری بودش که از دستمون برمی اومد. متشکرم خانم. به هر حال یه نفر بود که به خاطرش مونده باشه. روز تولد شما واقعا مبارک بود. مبارک باشه. خیلی ممنون. بفرمایید بشین. مخصوصا از شما آقای دکتر. خواهش میکنم. خب اسمال آقا اجازه میدین شمع رو روشن کنید؟ روشن کن شمع رو. باید اجازه بدین آقا. اجازه میدین؟ خواهش میکنم. این لطف شما رو من تا آخر عمرم فراموش نمی‌کنم. لطف دارید، وظیفه است. چقدر مرد زحمت کشیه. بخونم کاری نمیکنه، یه شم داره روشن میکنه داداشم. اسمال آقا رو میگم بابا. شما چی میگی من؟ هیچی. آقا خسته نباشید. دکتر بخونم. نه اجازه بده شما. شمع باید اول روشن شه. ببخشید اسمال آقا. بخون. بخون آقا خشایار. بخونم دکتر. دیگه بخون. بعد شعر آقا خشایار فوت کنم. آقایون چرا که خود شما فوت کن. توجه همه مگه شعری گفتم که میخوام بخونم برای ایشون. بفرم. خودش شعر رو گفته ها. بله. دیشب تا صبح نشستم نوشتم. آقا در عصر ماشین و سرعت و دود، در عصر مشغله های فکری،
در عصر فضا به زمین بنگر، به شهر، به محله، به کوچه، به دوست قدیمی زحمتکش، به کسی که اگر نبود کوچه ها به این تمیزی نبود که الان هست. آن وقت به این راحتی نمیشد نفس کشید، قدم زد، زندگی کرد و با سرعت به پیش رفت. سلام و مرحبا بر دست پاکت که هر شب آشغال ریختی تو پاکت. میان دوستداران دلبری کن، برایت هدیه دارم 2 ژاکت. شمو فوت کنه بهتر چیزه، یعنی فوت کنه. آره افتخارشون افتخار خیلی شعر خوبی بود، عالی بود، عالی بود، عالی بود. خواهد یازد. بفرمایید. مبارکه. ایشالله که 100 سال زنده باشی. خیلی ممنون. شما هم آقا شیار، مسئله اصلی این بودش که اون حس شعرت منتقل بشه که شد. دوستان شد. بله. منتقل شد، اون احساسی که توی شعر جاری بود. ببخشید قبل از اینکه کیکو ببرید اجازه بدید. جانم. اجازه. یک لحظه. در این لحظه شما هم شعر میخواد بگی؟ نه خیر، شما اجازه بدین. در این لحظه میخواستم اعلام بکنم که گلی برای گل محله ما. خانم فرمزی بفرمایید. دست بزن آقا شاگر، دست بزن. خانم فرمزی. آقا تولدت مبارک. بفرمایید اینم گلم برای شما. بر خانم فرامرزی هستن، همسایه طبقه 3. امیرا چی شد؟ کجا داریم؟ چی شد؟ خانم فرمزی یه لیوان آبغن بیار. آبغن بیار. الان میارم. عجله کنی خانم، عجله یه کنی. کاری بکن. برو یه لیوان آبغن بیار، هر کی زودتر آورد. میگم شد. چی شو پشت چه کارش کنم؟ ببانی؟ نه بابا این بسم الله آقا. بسم الله آقا. حالا آماده باش. ببر. حالا برو. نشد بابا، نشد. پسر این گارد درست نیست. اینجوری باید گارد بگیری. ببین اینجوری که این حالا فلک هم نمیتونه بابا این گارد اصلا اشتباهه. بزن حالا. ببین این اگه بخوام بزنم صورت اصلا بازه، یه چپ و راست و تازه اینم باز میشه یا آپرکات از زیر. بزن گارد اینجوریه. خب بیا. هرچی من میگم گوش کن. حالا از زیر موچ تو از زیر بیا بزن. آفرین. خوبه؟ حالا آفرین خوبه. حالا برو خبری بزن. آپرکارتش کن. یه سوال داشتم ازت. ببین آقا اسمال چرا حالش بد بود؟ آقا اسمال خانومی چند سال پیش فوت میکنه. خب تنها میشه. خانوم فرمزی شباهت زیادی با خانومش داره. خب خانوم فرمزی که میبینه فکر میکنه خانومشه. پولا جو تنهایی بد چیزیه. بله. چی گفتم؟ خب برو. آفرین. بابا یه چیزی خیلی خوشم اومد. بابا این آقای دکتر خیلی بامرامه، جدی میگم، من تا امروز نمیدونستم. آخه کی حاضر میشه برای آقا اسمال تولد بگیره؟ نه واقعا خیلی مرد خوبیه، خیلی فکر خوبی کرد. مثل واقعا من میخواستم یه چند وقتی پیش این کارو بکنم، ولی شک داشتم از این همسایه ها، گفتم همکاری با من نمیکنن. شما؟ میخواستی این کار بکنی؟ حالا این کار تو بگی آپارتش بکن. حالا آپارتش بکن. برو میدم. نه وایسا، جدی میخواستی این کار بکنی؟ چند تصمیمی داشتی؟ بابا جان تو وقتی من اینو میفرستم تو باید جا خالی بدی، از زیر مشو بزنی. برو میدم. خیلی حالا بگو جدی. حالا نه وایسا یه دقیقه بگو. جدی میخواستی این کار بکنی؟ نه بابا تو هم گیر دادی بابا. من دوست داشتم همچی کاری بکنم. خب چرا علکی میگی آخه؟ برو رفت با هم داشته باش. باید اینجوری رفت باید شوی. خب بیا. برو. بابا یه کار کن. چی؟ یه محصه امروز درست تمرین نکردم. من اون دستکشارم بدن در بیار، من با این تمرین کنم. خب؟ ولی این بهتره.
آخه اینجوری نمیتونم که، اونی که مربیم گفته باید انجام بدم. گارد شما هم خوبه، حالا اونم بعدم میرم. خب یعنی تو حرف پدرتو میزنی زن، این حرف مربی گوش میکنی؟ نه من نوکرتم، اول حرف شما رو گوش میکنم. گوش کردم دیگه، همون گاردی که گوش کن، حرف مربی رو گوش کن. خب باید تمرین ساعت دارم میگم که اینجوری بکن اونجوری بکن. من مسابقه دارم، باید تمرین کنم. حرف مربی گوش کن. معذرت میخوام. نفهمیدم بابا. آخه بیا پشت کیسه وای نسا خطرناکه. نجیب دماغ آقامو بچنی. خب بابا خودت وای میسی آخه، من میگم باید تمرین کنم. یه باری که موازناکی میگم دفعه دهنتو کنم. خب بابا تمرین دارم میکنم، من تنها بذار دیگه. بابا تمرکز بگیرم، حواسم نبود، ببخشید. چیزی نشو؟ برگم چه؟ چیزی نشو؟ بابا ببخشید. قاطی کردم بابا، اصلا یه چیزی گفت. سلام آقا خشایار. شما؟ من اسمال آقام دیگه، دیشب. اسمال آقا نونوای کردی؟ بله دیگه با اجازه شما. یه تو چای بخوری. نه مزاحم نمیشه، همون دیشب مزاحم شدم کافیه. بابا مزاحم چیه؟ بیا بریم تو. من یه دو تا کلام حرف به آقای دکتر دارم فقط. بیا تو یه چای بخوریم، بیا. ببخشید آقا خشایار، شما یه نگاهی بکنیم ببینید خانم فرامرزی تو حیاط نباشه. نه بیا. اتفاقا فکر خوبیه، اینجوری از تنهایی هم در میایین. شادوما ما رو یادت نره دعوت کنی یا ما مخلص شما هستیم، شما تاج سر ما هستیم. ما کوچیک شما هستیم. خب اسمال آقا نفرمودید عروس کیه حالا؟ ببخشید آقای دکتر جان، اینی که من مزاحم شدم خدمت شما رسیدم برای اینکه یه صلاح و مشورتی با شما خواهش میکنم بفرمایید. آقای دکتر جان، این آقا خشایار من نگاه میکنه، من نمیتونم حرفم بزنم. آقا خشایار باشه آقا باشه، ما رو برمیکنیم. بگو. بله میفرمودیم، ما در خدمتیم، بفرمایید. بله دیشب که من اینجا خدمتون رسیدم ببخشین آقا، من کارم عقب افتاده باید برم. کجا؟ خب دیشب اینجا بودید چی شد؟ قضیه چیه؟ من نفهمیدم، بفرمایید. آخه دیشب من اینجا بودم حالم بد شد. خب اصلا نفهمیدم چطور شد. ببخشید من نمیتونم بگم. اسمال آقا بشین. آخه یعنی چی؟ چرا نمیتونی بگی؟ ها؟ خجالت میکشی؟ آره دیگه خجالت هم داره. آقا چرا خجالت بکشه؟ اسمال آقا شما سن سالی ازت گذشته، کار بدی که نمیخوای بکنی، میخوای ازدواج بکنی، این خجالت کشیدن نداره. آخه قضیه یه جوریه که نمیدونم چیکارش بکنم. چیه؟ من فکر کنم که بدونم قضیه چیه. اسمال آقا میدونی عروس خانم کیه؟ کیه؟ خانم فرامرزی عروسی. آره فرامرزی؟ وا تو چیه بابا؟ خوشحالی خودکشی نکنی بابا. خوشحال باش شیال جان. آقا غلام ای بابا اصلا من اینجا فکر نمی‌کردم. ببخشین من میخواستم یه چیزی بگم خدمت شما. یعنی شما یه جوری کمک بکنین، آشناتر هستیم باهاشون صحبت بکنیم. خواهش میکنم. بنده هیچ وقت خودمو تو این مسائل قاطی نمیکنم. بنده رو عفو بفرمایید. کجا آقای دکتر؟ شما لطف بکنین کار ما رو به هر حال یه سر صورتی بهشون بده دیگه. ببینید اسمال آقا
ببینید خواهش میکنم، من الان شدیداً قاطی کردم، من شدیداً الان قاطی کردم، هیچ حالیم نیست. شما محبت بکنید فردا شب همین ساعتا تشریف بیارید منزل من، همونجا میشینیم مفصل راجعش صحبت بکنیم. شب شما بخیر، خدا نگهدار. خدا حافظ. قاطی کرده، منم قاطی کردم. الو الو آقا سلام علیکم، حال شما چطوری؟ خوبی؟ آقا ببخشید من منزل یکی از آشناها هستم. نه آقا کار عقب افتادم و خودم میام انجام میدم، مطمئن باشی میام، انقدر طول نمیکشه، میام الان. بله چشم اطاعت کنم. خدا حافظ شما. ببخشید این بازرسمون بود، از من سوال کرد که کجا هستی، فکر کرد که من نرفتم سر کار. بله این موبایل دیگه؟ آره بله دیگه. و چه رو هوا حرف میزدی ها؟ این سیمه اسمش هنسفریه. بله بله نه چه بسش خوبه. خب دیگه چیکار کنی، فقط یه خواهش ازت دارم. خواهشم نیست که به این آقای دکتر سفارش ما رو بکن که راجع به ما یه صحبتی بکنه دیگه. چی داری بچاشه؟ چشم با اجازت مرخص میشم، من کار عقب افتادم بهش برسم. خدا حافظ شما. خدا اون آچالای ما رو ببر باش ملاقات. بفهمه میکشه، میدونم ما از اون قاطی ها چون رفت بکنم دمه در بایستده. چیکار کنیم آقا خشایار، این موضوع خیلی ناجوره. ناجوره؟ افتضاح. اگه آقولان بفهمه پوستتو میکنه. دیدی مفت دست خودمون کار دادیم. میگم که دکتر میگم تنها راش اینه که به گوش چیز غلام نرسه. خب بعدش هم به جز من تو کسی خبر نداره تا فردا شب میشونی باهاش صحبت بکنیم و بفهمه حساب کار دست خودش میاد. این چی میگم که نفهم یا غلام؟ نه آخه شیار همون خودت گفتی کسی نفهمه یه وقتا اینجوری نپیچه بهتره. آره آقا نپیچه بهتره، اون ریزی میشه. از منم فکر راحت بشم. من نمیگم، مطمئن من تعلق نیستم. آقای عزیز، آقای محترم، چرا شما متوجه نیستی آخه؟ بنده متوجه هستم قربان. خب اگه متوجه بودی که من دیگه این همه. آقای ارجنگ شما ببینید من غیر منطقی میگم، یه صحبتی شده ولی قطعی که نشده که تصمیمش با خانوم فرامرزیه. نه من کاره‌ایم نه اون. اسمش چی بود؟ غلام شیشلول بند. برم چای بیارم؟ نه اول جواب منو بده بعد برو چای بیار. خب آقا من نمیدونم آخه، من در اون حدی نیستم که بگم کی درست میگه کی غلط میگه. من اون چایمو بیارم بهتره. کیه اومدم؟ بابا داره میشکنه. کیه اومدم؟ بله چیه؟ سلام بابا. خشایار چی میگه؟ خیلی خوش اومدین. کی راه افتادین الان رسیدین؟ به تو ربطی نداره. میگم این خشایار چی میگه؟ این اسماعیل کیه؟ ارجنگ جان بابا بزرگ اومدن، نمیخواد چایی بریزی. پاتون چطوره؟ به تو ربطی نداره. از گشت بازش کردن دیگه. نه بازش کردن. میگم اسماعیل کیه؟ خیلی خوش اومدین. ارجنگ جان بابا بزرگ اومده. بفرمایید تو. چجوری بفرمان تو؟ سر روی ما باشدی. چشم بفرمایید تو دم در بعد. ارجنگ جان بابا بزرگ اومدن. بفرمایید تو. آقا بیاین تو. بفرمایید. بیاین. سلام. برکنه ببینم این اسم آقا کیه؟ با تو هم مهتاج؟
بودو آقا سلام آقا جون. چطوری آشخور؟ خوبم آقا جون. برو یه چای واسه من بیار بینم. چشم چشم. دارم تمرین رو بوش میکنم دکتر. شما خیلی خوب کاری کردی با آقا غلام خبر ندادی. خواهش میکنم دکتر، من رو حرفم هستم. که رو حرفت هست؟ تا آخرش. آخرش. پس کی به آقا غلام خبر داده؟ کی؟ مگه اومد؟ دیشب. از دیشب تا الان نذاشته ما پلک رو هم بذاریم. قرار بودش که فردا بیاد. شما چی گفتی بهش خبر ندادی؟ نه من نگفتم دکتر، من رو حرفم هستم. پس کی بهش خبر داده ها؟ کی بهش خبر داده؟ من به فولاد گفتم که بهش زنگ بزنه بگه، تو من قول داده بودم که نگم. آقا خشایار، اگه این وسط خونی ریخته بشه مسبب شمایی. ببین من الان گفته باشم بهت، شما این آقا غلام رو نمیشناسی. فکردی بی خود بهش میگن غلام شش رول بند؟ صدا تو بیار پایین دکتر. من وظیفم بود که بهش بگم. دوستمه. دوستته؟ تا دیروز که شما میگفتی یه لشکر باید مراقبش باشن، حالا دوستت شد؟ الانم میگم حقشه. وقتی شما بهش نمیرسید حقشه. باید یه لشکر مواظبش باشن. لیاقتشه. آقا خشایار، بهت گفته باشم. بلند شو بچه، بلند شو. میفرمایید دکتر، چی میگفتی؟ عرض میکردم آقا خشایار، اگه شما دوستی نمیکردی بهش نمیگفتی، من حتما خودم بهش میگفتم. میدونم. خدا چطوری پیر من؟ مخلصتیم. چطوریتیم؟ احوال شما حالش خوبه؟ قربونت برم. رخصت آقا خشایار، رخصت. نوکرتم. چه حال چه احوال؟ سلامتی. احوال شما؟ آقا فولاد گل و گلاب کجاست؟ سر کاره، تعمیر کار. پیش آقا بهروز میره. من کلی حرف دارم. نوکرتم. خیلی مردی کردی که خبر دادی. وظیفه‌مون بود. این حرفا چیه غلام؟ خب ورزش هم میکنی ها؟ گاهی اوقات. خب من داری یه چیز برای میوه بیارم بیچی. دست در نکنی، دست در نکنی. باریکالله. قربان دسته، قربان دسته. خوب من برم برات کارت بیارم. نه احتیاج نیست. هست اینجا. چی شو آقولم ولی میفتی. آقا خشایار ورزش کن که چند وقت دیگه لازممون میشه. ولی میبست دیگه این چاقو هم کار دیگه. این چاقو همه کار است آقا خشایار، همه کار است. بعد میبینی. همه کاری؟ بعد میبینی.
بفرمایید. قابل شما رو نداره. سلام خانم فرامرزی. سلام. خسته نباشین. قربت شما دیم. ببخشید عرضی داشتم خانم. شما؟ من اسمال آقام دیگه. ایوا خدا مرگم بده، اسمال آقا شمایی؟ بله. چرا امروز لباس نو پوشیدی؟ مگه نمیخوای کار کنی؟ نه دیگه حال و حوصله کار کردن ندارم. چرا مگه چی شده؟ نه چیزی نشده ولی چی بگم که ناگفتنم بهتره. چه گویم که ناگفتنش بهتره. پس شما به حرف من رسیدین. عوضی گفتی، من خواستم درستش کنم. بله خیلی ممنون. چه سوت قشنگی میزنی. ببخشید خانم این فلوت سوت نیست که. بله شما اشتباه کردی. من بهتون گفتم آخه خانم فرامرزی من هر وقت چشمم به شما میفته یاد همیرا میفته. خدا رحمتش کنه. خدا رحمتش کنه. ببخشید اگه یه چیزی دروپ پوسکنده بهتون بگم ناراحت نمیشی؟ نه خواهش میکنم بگو ببینم چی شده. خشایار چه کار میکنی اینجا؟ خجالت میکشه یه دفعه دیگه اینجا پیدا بشه من میدونم تو پس تو چه کار میکنی واسدی من رو نگاه میکنی چرا نگرفتیش؟ نه جونی تو فضا منو گرفت من یه تر حواسم پرد شد جونی تو خیلی دراماتی چقدر از این سوسولوازی ها من بدم میاد خجالت میکشه با این سنش فلوت میزنه برو نیلبک بزن بچه اینو بگیر بعد ازت میگیرم عجب هیجان آمیز بودا بله سلام آقای دکتر. سلام خانم فرامرزی. آقای دکتر اگه بدونی تو خیابون چه خبره؟ حال شما خوبه؟ خیلی ممنون. اصلا نمیدونی چه خبره. رفتین دیدین؟ نه خیر چی شده؟ وای من زلم ترکید. نمیدونید افتادن دارن همدیگر رو میزنن قیامت. کی خانم؟ کی؟ شما خبر نداری؟ نه خانم از کجا بدونم؟ پدر بزرگتون آقا غلام. خب؟ 2 نفری با اون آقای خشایار افتادن این اسمال آقا رو دارن به ضرب کش میزننش. عجب افتضاحی همسایه‌ها که کسی ندید خانم. من که ندیدم. من از ترسم گذاشتم فرار کردم. ترسیدم منم بزنن. آقا این بیچاره مگه چه گناهی کرده؟ چه میدونم خانم چه میدونم. سلام خانم فرامرزی. سلام آقا غلام. حالتون خوبه؟ الحمدلله بد نیستم. رسیدم بخیر. سلامت باشید. حالتون چطوره؟ پام از گچ وا کرده خانم ولی این کله نبه منه که پال از گچه. آخه مگه تو مریضی یا آدم غریبه رو برمیداری میری توی خونه واسه جشن تولد میگیری؟ من نمیدونم تو اون سر تو چی آخه؟ اسمال آقا؟ بله همون اسمال آقا با کت شلوار داره خیابون جارو میکنه. این چه طرز حرف زدنی آقا غلام؟ من این حرف حالیم نیست خانم فرامرزی. تا وقتی که اسمال آقا پاش از زندگی من نکشی بیرون من دست بردار نیستم. من گفته باشم شما کنار ببینم. من نفهمیدم منظورشون چیه؟ یعنی واقعا شما اصلا متوجه نشدین؟ نه خیلی من اصلا خبر ندارم. چی شده؟ همش به خاطر شماست. وا به خاطر من؟ به خاطر من چرا؟ ببینید خانم فرامرزی سر کله پدر بزرگ برای این پیدا شده که فهمیده اسمال آقا میخواد بیاد خواستگاری شما. خواستگاری من؟ وا ای داد بیداد ای داد بیداد. الو چرا لالمونی گرفتی حرف نمیزنی؟ حرف بزن دیگه. الو شما؟ اسم آقا شمایی؟
بله بله خیلی ممنون. ببینم شما شماره من از کجا آوردید؟ وا آقا خشایار بهتون داد؟ بارکالله. میدونید چیه اسمال آقا؟ من شما که بچه نیستیم، درست نیست که تلفنی با هم دیگه صحبت کنیم. بله لطفا شما بزرگترتون بیارید قشنگ بشینیم رو در رو با هم صحبت کنیم. پدر مادرتون فوت کرده؟ خدا رحمتش کنه. بله بله بله. ولی خب منم دوست ندارم تلفنی صحبت کنم. بله شما یه فکری بکنین تشریف بیارید رو در رو با هم دیگه صحبت کنیم. بله خیلی ممنون میشم. باشه خدا حافظ شما. باشه باشه خدا حافظ شما. بیکارن آخر عمری هیچ کار باید بکنیم. خواستگار پیدا شدیم. اینم آپارتات بگید بوچ صورت حالا یه آپرکات بگیر بوچه می باشه. حالا فرمدی بیام کمکتون؟ نه خیر خیلی ممنون. سنگینه ها بذار ببرم. نه خیر خودم میبرم. حالا فرمدی بله ناراحتی؟ توی شده؟ ببینم شما شماره تلفن من دادیم به اسمال آقا؟ نه خودش به من گفت. خودش حد زد. حالا فرمدی من 5 شماره اولو بهش گفتم، خودش 7 شماره هم شانسی گرفت، بالاخره یکیش درست در اومد و خودش فهمید. خیلی خوب اگه با آقا غلام نگفتم. خانم فرمدی یه موقع بهش نگید و نوکرتم اون دیوونه سیاه میزنه تا دهنمو خورد میکنه. ببینم بهتون زنگ زد؟ بله. خب نتیجه؟ من بهش گفتم که تلفنی که نمیشه که. خوب کاری کردی. ببینم خب حالا قراره بیاد خواستگاری امشبه کیه؟ نه خیر هنوز معلوم نیست کی میاد. بله ببینم داری میری بهش خبر بدی؟ به کی؟ به غلام؟ بله. نه بابا مگه من سرم درد میکنه دنبال درد سرم، مگه من دارم میرم دنبال کارم. خانم فرمزی تمرین بوکس دارم، آپرکات دارم. باشه حالا میبینی. باهوشا بابا این چه وضع خواستگاری رفتنه؟ حرف نباشه. بیا خیلی خوشتیپ شدی بابا. خوبه؟ خیلی خوب شد. میخوای چند تا دیگه هم بذارم تو همه جیبام؟ نه بابا اونطوری بد میشه. اون عطرم رو میفهمی؟ بابا عطر مال خانوماتون اتکلونه. از یادت باشه هر چی میتونی از من تعریف بکنی، منو بالا ببری. باشه حالا در بزنم؟ بله بزن. کیه؟ یه دقیقه صبر کنید بی زحمت. سلام خانم. سلام علیکم. سلام خانم. سلام.
حال شما خوبه؟ متشکرم. تقدیم به شما. چرا زحمت کشیدین شما؟ خواهش میکنم. آخه اینو جونم. منتظرت بودم غلام شیش نوربند. با پای خودت اومدی تو تله اسمان آقا فلوتی. پاشو بندازی کنی به خودش درازش. من این چی دارم میفهمم. تو میفهمی چی بهتون گفته پادر رسیده توی خونه؟ من لابد لازم داشتم این کار رو کنم. میشناسی خانم کجا معلومه بتون نظری داشته باشه؟ موضوع نظرم میگم اومدم بابا تو خودتون رنگ منو نمیذارم این حرفاش من نزدم. ساکت آقا، ساکت آقا، ساکت دیگه آقا. همه با هم حرف میزنیم، من نمیفهمم، گیج شدم. اینجوری بهتره ها، حرفای همون نمیفهمن، آدم خیالش راحت دیگه. نخیر آقا، نخیر. باید یه جوری این قضیه رو ما فیصله بدیم، اینجوری نمیشه که آخه. آقا جون، من حرفم اینه، من قبلا با خانم فرامرزی صحبت کردم، این خودشم میدونه، شما هم که بهش گفتید دیگه. میخوام ببینم با چه دل جرأتی اومده توی خونه، من میخوام اینو بفهمم. آقا جون، شما که خودت میدونی خانم فرامرزی جواب شما رو ندادن. خب پس این حق منه که پا پیش بذارم، فهمیدی؟ بابا جون خواهشن درست صحبت کن، دوباره دعوا نشه. من دارم درست صحبت میکنم، نه ترس این چیزا، همش باده. یه سوزن که بزنی بادش در میده. وقتی زدم ناقصت کردن اون وقت میای حرف میزنی. تو میزنی من ناقص. نخیر من ناقص کی؟ چی میگه تو هستم؟ کن دکتر، کن برداشت. بشین داداش، آقا بشین. اینجا خونه ها، تلویزیون بشین بابا. جون من بریم یه شب دیگه بیایم، امشب فضا مناسب نیست. یه شب دیگه میایم قشنگ صحبت. نخیر، همین امشب باید تکلیف من مشخص بشه. رسال جان، تو اینجا قضاوت کن ببین من درست میگم یا نه. اگر قضاوت کردی این پدرت رو روشن کن. من حرفم اینه. آقا سلام علیکم، حال شما؟ من دارم حرف میزنم، بنداز کناری اسباب بازی رو. این اسباب بازی نیست، نمیخوای بفهمی؟ آقا جون این موبایله. ها، این بچه میفهمه اما تو نمیفهمی. به تو چه ربطی داره؟ برو تو اتاقت، برو ببینم. بابا گفتم موبایل. بشین برو تو اتاقت ببینم، اونو بده من. برو ببینم، سریعتر سریعتر. دعوا داره را میندازه. ببین همینجور اومدی داره دعوا را میندازی. تو از حرف حساب چیه؟ تو حرف حساب چیه؟ چه میگی؟ یک حرف بابا یک حرف بزن سلام خانم فرامرزی. سلام. همینطور بخواین دعوا مرافع رو بندازید؟ خیلی سخت گرفتین ها. خب چیکار کنیم دیگه، زندگی سخت دیگه خانم فرامرزی. شما اگه شب روز با هم دیگه دعوا کنید برای من هیچ فایده نداره. من باید حرف خودم رو بزنم. شما تا چندین بار با هم دیگه دعوا مرافع کردید. اینطوری که نمیشه. بالاخره منم حق زندگی دارم. باید ببینم شما کی هستین چی کاره هستین. نه اینکه هر کی زور داره من برم یه عمر باش زندگی کنم. نه خیر، منم میخوام حرفم بزنم، حق زندگی دارم. اینطوری هم قبول ندارم. من این حرفا رو زدم که شماها تکلیف همدیگه رو بدونید، اینقدر با همدیگه دعوا مرافع راه نندازید. یعنی چه؟ آقا غلام. بله. موهات سفید شده، این کارا چیه که میکنی؟ بله میگی. اون داره هم به من نگاه نکن. تو هم همینطور اسمال آقا؟ بله. سنی ازت گذاشته، هی اومده اینجا دعوا مرافع رو انداخته که چی؟ فایده ای نداره. من باید خودم بگم چی کار میکنم. بله کاملا درسته.
بله این درسته. بله من باید با هر دوتاییتون بشینم قشنگ صحبت کنم. کی خانم فرامرزی کی؟ باید خودم تصمیم بگیرم بعد بهتون اطلاع میدم. حالا فهمیدین؟ میفرمودید؟ بله همین دیگه خانم فرامرزی. خب شما بفرمایید. بگم؟ وقتی میفرمایم بگو یعنی بگو. آقا غلام ببخشید. عرض کنم که من زنمو خیلی دوست داشتم. چجوری بگم؟ اصلا یه دقیقه ازش منفعل نیستم. اونم نسبت به من علاقمند بود. خدا رحمتش کنه. خدا رفتگان شما رو بیامرزه. من به زنم امیدا خیلی علاقمند بودم. بله. وقتی که چشمم به چشم شما افتاد یاد اون خدا بیامرز افتادم که شما چقدر شبیه اون خدا بیامرز همیرا هستی. اون شبیهم که اونجا زیر اون درخت نشسته بودم داشتم فلوت میزدم. ببخشید. بله میفرمایید. همیرا خیلی از این صدا خوشش میومد. شما مثل این که خیلی خوشتون اومده بود از این آهنگ. آقا شما که همش به فکر همیرا هستید، برای آینده چه فکری کردید؟ چه کنم خانم؟ من هیچ وقت نمیتونم حتی یه لحظه اونو فراموشش کنم. همیشه دم نظرمه، مخصوصا وقتی که چشم به شما میفته. ببخشید الان خاموشش میکنم. نه بفرمایید، راحت باشین صحبتاتونو بکنید. با اجازت. خواهش میکنم. الو سلام علیکم. حال شما چطوری بابا؟ کجایی تو؟ بابا ما که هرکی دنبال تو میگردیم تو رو پیدا نمی کنیم که. نه بابا ما هم گرفتاریم. خب زندگیه دیگه، پستی داره، بلندی داره، خوبی داره، بدی داره، باید ساخت دیگه. آره بله. امشب فوتبال داره. چند خدمتی عجای خون؟ تازه آشخورم. پس اولشه تازه. آره تازه اولشه. خیلی مونده. حالا بازی کجا هست؟ منچستر بایر مونیخه. عجب بازیه. سلام خانم فرامرزی. سلام علیکم. سلام خانم فرامرزی. سلام. خب خانم فرامرزی شما فکرتون رو کردین؟ بله. خوبه. خب نتیجه چی شد؟ اسمال آقا من فکرامو کردم، دیدم که نمیتونم با خاطرات یک کسی دیگه با شما زندگی کنم. ببخشید. آفرین خانم فرامرزی، عجب جمله زیبایی ادا فرمودید. اسمان آقا یه دقیقه تشریف داشته باشید. یه امانتی پیش من داشتید. دست شما درد نکنه. تو رو خدا منو ببخش، من خیلی نوکرتم. چه کنیم دیگه، قسمت این بود. بله قسمت این بود. انشالله برای شما کارت میفرستم که تشریف بیارید. انشالله. بریم پسر.
قربون شما برم. خب خانم فرامرزی، شما حرفای آقا غلام ما رو شنیدین دیگه؟ بله بله. خانم فرامرزی ببخشید، بله یعنی بله دیگه. بله یعنی بله دیگه. متشکرم. آدما با هم و تنها، هر کدوم یه جور معمان، بعضی واژه های رازن، بعضی واژه ها بی‌معنان. آدما نقشای رنگی، گاهی شادن گاهی غمگین، آخه زندگی بنا نیست که سراسر باشه شیری. زیر آسمون این شهر چرا دشمنی، چرا غم، وقتی که میشه تویی کرد جام زندگی رو ازم، جام زندگی رو ازم. آدما با هم و تنها، هر کدوم یه جور معمان، بعضی واژه های رازن، بعضی واژه ها بی‌معنی.